به نام جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از آغاز صحبتمان اولا بهترین ماه رمضان، بهترین روز جمعه، بهترین شب قدر. الحمدلله، خوش به حال همه شما که این سه نعمت، این سه دور که هیچ دیگر قیمت ندارند، الحال ما و شما در همون ساعتها قرار داریم. بهترین ماه رمضان، الحال ما و شما روزدار هستیم. بهترین روز جمعه، الحال شما برای عبادتش آماده شدین. بهترین شب قدر، الحمدلله که در همین ماه موجود است. همه شما را به این ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم. پروردگارا، اولا از این فضیلت هایی که در این ماه مبارک رمضان موجود است، خدایا تمام مسلمین و تمام آن کسانی که در این خانه تو نشسته هستند، خدایا برخوردارشان بگردانی. خدایا اجر روزدار فقط وابسته به خدا یک و یگانه هست، عددش معلوم نیست. خدایا آن اجر بی عدد را در نامه اعمال این بندگانت کتابت بفرمایی. خدایا محبت خودت را، محبت تمام مسلمین را در دلهای ما نصیب و روزی بگردان. و خدایا محبت پیغمبرانت را، علی الخصوص محمد صلی الله علیه و سلم را در دل ما جایگیر بساز. خدایا محبت قرآنی که خود گفتی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب قرآن کتابی هست که در سخن خدا بودن شک و شبهه نیست و هدایتگر است از برای تمام عالمیان. پروردگارا در دل ما محبت قرآنت را جایگیر بگردان. و خدایا در روی دنیا خدا کند و پروردگارا دستی بندگی برداشتیم، این قرآن معظم و مکرم را حکم فرما بگردان. و خدایا دشمنان قرآنت را، دشمنان اسلامت را که هر روز یک فتنه نو، هر روز یک چاه نو برای مردم مسلمان میکنن، راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. پروردگارا اینها را در فتنه خودشان و در چاه خودشان سرنگونشان بگردانی. و خدای مهربان بر وجود همه این بندگانت تنی صحت را نصیب بگردان که این ماه را با پررگی روزه بگیرند. خدایا درد غم از خاندانشان، از وجودشان دور بساز. خدایا تمام ناداری، کمبودی، فقر، تنگ دستی را از خاندان مسلمین پروردگار را برداشته بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: وما انتم في اهل الشرك الا كشعرة البيضاء
في جلد الثور الأسود أو كشعرة الأسود في جلد الثور الأحمر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما خبر دادن، گفتین مسلمان و مردم مسلمان که شعرت البیضا، مثل یک تار پشم سفید است، فی جلد ثور الاسود، در پوست از برزگاوی سیاه به منزله یک تار از اون هست. یک برزگاوی سیاهی که پوست کلان دارد، رسول الله گفتند مردم مسلمان به منزله یک تار سفید در بین این پوست از کلان هست. او کشعرت الاسود، یا مثل یک تار موی سرخ، فی جلد ثور الاسود، یا یک تار موی از سیاه در پوست برزگاوی از سرخ است. یعنی رسول اکرم عدد مسلمان ها را بر ما و شما خبر دادند که خیلی کم هستند. در عصر امروز اگر نشاندادها خبر دهد که از 6 یا 6.5 میلیارد آدم در روی دنیا زندگی میکند، فقط از اینها 1 یا 1.5 میلیاردش مسلمان است و اطراف دیگر همه منافقین و مشرکین و کافرین چیکار کردن؟ احاطه کردن. لکن الحمدلله که مردم مسلمان اگر در راه قدم زند، خداوند بر او ثواب میدهد. اگر عادی ترین گپی که با زن خود گپ میزند، خداوند او را ثواب میدهد. اگر سر یک آدم مسلمان دستمال میکنیم، خداوند بر همین عادی ترین کار ما و شما ثواب میدهد. رسول اکرم گفتند حتی که اگر شما به زن خود خانه‌داری کنین، خداوند در همون بر شما اجر میدهد. صحابه گفتند یا رسول الله، آیا در خانه‌داری کردن ما هم ثواب است؟ رسول الله گفتند هر آینه اگر شما همین نطفه خود گفتند در زنی که بر شما جایز نبود، حرام بود، اگر می پرتافتین، آیا گناهگار می شدین؟ گفتند بله گناهگار می شدیم. گفتند مادامی که نطفه خود در زن حلال خود می پرتاین، هر آینه شما اجر می گیرین. خوش به حال مردم مسلمان که تمام رفتار نه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل. حضرت عایشه از شوهر خود محمد صلی الله علیه و سلم روایت میکند، پیغمبر خدا گفتند خداوند انسان وقتی که می آفرد در جسم فرزند آدم 360 رگ را پیوست میکند. در هر یک وجود ما و شما 360 رگ و پیوند موجود است. این قدرت الهی است، این عظمت خداوندی است. چگونه ای که اگر در یک ماشینی که ما و شما رانندگی میکنیم، در حرکت میدراریم، نظر کنیم که وایم از ساخت انسان گرفته شده است، تمام آن تکنیک و زوادی که در روی دنیا موجود هست، همون از جسم انسان آموخته شده است. چگونه ماشین تیز حرکت میکند، چگونه میایستد که هر کدام او به خودش یک سیم دارد، یک آهن مخصوص دارد. خداوندم انسان را همچنین آفریدگی هست که هر یک رگ و پیوند ما یک کار را انجام میدهد. سعدی میگوید رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. ای رگهایی که در وجودت هست، تو به منزله زمین هستی که 360 جوی بار در او حرکت میکند. در وجود تو هم 360 جوی باری هست که تو را در راه در حرکت میدرارد. خوش به حالی آن انسانهایی که این قدرت الهی را شناختند و خلقت آدم، پیدایش آدم از جانب خدا دانستند. در دوام رسول اکرم گفتند فمن کبر الله و حمد الله و هلل الله
و سبح الله و استغفر الله. اگر کدام شخص یک بار بگوید الله اکبر، یک بار بگوید لا اله الا الله، یک بار بگوید الحمدلله، یک بار بگوید سبحان الله، او عزل حجر عن طریق الناس، یا یک سنگ را پیغمبر گفتن از راه میگیرد و بیره میکند، او شوکتن، یا یک خار را از راه مسلمان ها بیره میکند، او عزما عن طریق، یا یک استخوان را پیغمبر خدا گفتن از راه بیراه میکند، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، یا امر معروف میکند یا نهی منکر میکند، عدد 60 و 300. خداوند بر همون بنده موافق همین 360 رگی که دارد 360 ثواب در نامه اعمالش می نویسد. زیرا که برای یک امر معروف و نهی منکر از من کردن یا از شما کردن 360 رگ خدمت میکند. برای یک مسجد قدم زدن پاهایی که حرکت میکند 360 رگ این پایها را در حرکت میدارد. خداوند 360 ثواب در نامه اعمال همه شما امروز کتابت میکند به خاطر آنه که شما به مسجد آمدین، برای شنیدن امر معروف آمدین و اگر یک بار تکبیر گفته باشین به 360 شما ضربش کنین که خدا این ثواب بر شما نصیب گردانیده است. و خوش به حال اون برادرانی که در قد راه می آیند و آن چیزهایی که آزار مسلمان ها هست اونها را از راه بیراه میکنند. رسول الله گفتند، ابی ذر روایت میکند حدیث، عرضت علی اعمال امتی، من شب معراج عملهای بندم تماشا که عملهای امت من نگاه کردم، حسنها و سیئها، هم دفتر گناه ها را نگاه کردم هم دفتر خوبی ها را نگاه کردم. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یمات عن الطریق. پیغمبر گفت دفتر نیکی ها را نگاه کردم، خواستم بهترین ثواب در کدام نیکی هست همونش خواستم بیابم. وقتی که بر من نشان دادن همان کار برآمد که شخص در راه می رود و آن چیزی که در راه پرتافته شده است او را از راه بیراه میکند. در این از همه ثواب زیاد را دیدم. یک سنگ است یا یک آدمی بگیم به تمیزی که در قد راه مسلمان ها توف می اندازد که طبیعت چندین آدم خیره میکند، ما و شما دیدم پس و یا به خاک است به پامان است دور می اندازیم تا که خاطر و دماغ یک برادر ما و شما ناخوب نشود. رسول الله گفتند در همین از همه دیده من ثواب یافتم. و حکمت دیگرش همین است که انسان وقتی خم می شود و سنگ از راه بیراه میکند یا نجاست یک انسان بالاش خاک می پرتاید، این معنای او را دارد که من تکبر نیستم، من سرکش نیستم، من خاکسار هستم. آدم تکبر، آدم سرکش، آدم مغرور هیچگاه به سوی اون نجاست نزدیک نمی شود. و وجدت فی مساوی اعمالها، پیغمبر گفت وقتی دفتر بدی ها را نگاه کردم خواستم که از همه بدی و ظلم برای مسلمان کدام بدی باشد که مسلمان در او گناهکار سخت‌تر می شود. فوجدت فی نخاعه تکون فی المسجد لا تدفن. پیغمبر خدا گفت یافتمش در همان عملی که انسان در مسجد داخل می شود و توف میکند در مسجد و یا نمی پشاند. انسان هایی که در مسجد توف می اندازند، یعنی نه در روی مالچشان، در روی مالچه توف کردن بین افشاندن این گناه نیست، زیرا وی همراه تو هست. لیکن در جای سجدگاه در مسجد از حساب بی حرمتی اگر شما بینی می افشانین یا آب دهانتان می پرتاین، رسول الله گفتن از همه در گناه وزنین ترین در دفتر بدی ها من در همین چیکار کردم؟ کشف کردم، در همین دیدم. رأیت رجلا یتقلب فی المسجد فی الجنه. رسول اکرم گفتن شب معراج من وقتی که در جنت سیر و گشت میکردم یک مردی را دیدم. نگاه کردم یک مردی را که هر گوشه جنت میخواست حرکت میکرد. پرسان کردم که این مرد چی درجات دارد؟
بر من میگه خبر دادن اون مردی هست من شجرة قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذي المسلمین. این مردی که میبینی که در باغهای جنت سیر و سیاحت دارد، این در دنیا یک روز به یک کوچه گذر کرد، یک نوده از بالای سر مسلمان ها کشال بود که گذشتگی انسان آزار اون نوده را میدید. این مرد همون نوده را قطع برید، هر تا که یک برادر مؤمن و مسلمان ضرر نبیند، از این خاطر خدای را وارد جنتش کرد. از این خاطر کدام ما و شما در راه میگردیم، هر چیزی که میبینیم ما را آزار میدهد، البته برادر مؤمن ما و شما را آزار میدهد، باید از راه دور کردیم. انشاءالله ما و شما ثواب خیلی زیاد میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. در محبت هر کی او دعوا کند، در محبت هر کی او دعوا کند، صد هزاران امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست. آیت اول به ما و شما هشدار میدهد، خبر میدهد، ندای مهربانانه الهی به سوی ما و شماست. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید، فرض گردانیده شد بر شما روزه داشتن این ماه مبارک رمضان، همچنانی که فرض گردانیده شده بود بر امتها و پیغمبرهایی که پیش از شما بودند، شاید که پرهیزکار باشید. این معنای تفسیر آیتی که اول بر شما قرائت کردم. از این آیت ما و شما چی را اخذ کرده میتوانیم؟ این اخذ کرده میتونیم که این ماه رمضان در امتهای پیشینم فرض گردانیده شده بود، یک ماه مکمل. بعضی انسان ها میگویند 3 روز است، 5 روز است، اینا کذب است، اینا دروغ هستند. خدا در قرآن ماه ذکر کردگی هست. یک ماه رمضان بر همه شما فرض گردانیده شد. کدام شما اگر فرضیت ای را انکار کنین، شما کافر هستین، شما مسلمان نیستین. آیتی که دویم بر شما خواندم، تحلیل امام شافعی را بر شما میکنم که حضرت گفتند ولا نبلونکم بشیء من الخوف. خداوند در این آیت بر ما و شما از روی تفسیر امام شافعی به ما و شما خبر میدهد که خدا میگوید البته به البته بندگان خودم را در دار حیات امتحان میکنم. با چی امتحان میکنم؟ من الخوف، از خوف. امام شافعی میگوید المراد من الخوف خوف من الله. مراد از این خوفی که خدا در این آیت به ما و شما خبر داد، خوف از خداست. خدا میگوید من از ترس خودم شما را امتحان میکنم. آیا در پنهانی و در آشکارا، آیا در روشنی و در تاریکی از من میترسید یا نمیترسید؟ شما را من امتحان میکنم. یک حادثه و یک عمل پیش شما میارم، در تنهایی هم میسنجم تان، در آشکارا هم میسنجم. کنی حال تو چگونه هست؟ کنی در همه صورتها از من میترسی یا نمیترسی؟ مراد از خوف امام شافعی میگوید همین است.
والجوع موضوع ما و شما. المراد من الجوع صوم رمضان. امام شافعی میگوید خدا میگوید که من بندگانم در گرسنگی میسنجم، در گرسنگی امتحانشان میکنم. امام شافعی گفتند که این مراد از گرسنگی خداوند ماه مبارک رمضان در نظر دارد که آیا من یک ماه مبارک که عبارت از گرسنگی و تشنگی هست بالای بنده ها میارم، آیا طاقت دارن یا ندارن؟ آیا احترام ماه مبارک میکنن یا نمیکنن؟ آیا در امر خدای خود سر میفرارن یا نمیفرارن؟ در این من بندگان خدا امتحان میکنم. از این خاطر است که شاعر گفتند در محبت هر که او دعوا کند، کسی میگوید من محب خدا هستم، من محب پیغمبری خدا هستم، 100 هزاران امتحان بر وی کند، خدا در این 50 ساله و 60 ساله حیات شما 100 هزار امتحان بالای شما میاره. گر بود صادق کشد باری جفا، اگر دعواش حقانی باشد، در اصل محب خدا محب پیغمبری خدا باشد، تمام این مصیبت، تمام این سنجشا را در گردن خود میبردارد و شکر میکند. گر بود کاذب گریزد از بلا، یکی اگر دروغگو باشد، دعواش دعوای دروغ باشد، اینا در حال خودشان را خواه در حالت رمضان باشد، خواه در حالت خوف از خدا باشد، خواه در حالت یگان ضرر بر زراعتش باشد، خواه در حالتی که مصیبت بر خانش می آید، البته خودش را نشان می دهد. من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفتند کدام انسانی که اگر در ماه مبارک رمضان خرسند می شود، ماه رمضان آمد خرسندی میکند که ماه رمضان به داخلش خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید که من جسد او را نمیگذارم که در آتش دوزخ بسوزد، من نمیگذارم که در عذاب من دوچار شود شخصی که با داخل شدن ماه مبارک رمضان چکار میکند؟ خرسند میشود، غمگین نمیشود، خرسند میشود. برای چی؟ برای چی؟ صاحب کتاب میگوید هر وقتایی که ماه رمضان فرا میرسد کشاده میشود، روز اول صاح العرش و الکرسی و الطیور فی الهوا السمك فی الماء الشمس والقمر والنجوم ما دونهم یقولون. کرسی صدا میداده است، کرسی الهی، عرش صدا میداده است، ملائکه ها صدا میدادند، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، پرنده های در آسمان، ماهی ها در زیر آب، تمام حشرات هایی که در روی دنیا جان دارند. صاحب کتاب درة الناصحین میگوید همه اینها صاح فریاد میزنند. چی میگویند؟ میگویند طوبی لامت محمد صلی الله علیه و سلم بما عندهم عند الله من الکرامه. خوش به حال امت محمد صلی الله علیه و سلم با آن چیزی که در نزد خدا از برای اونها هست در این ماه مبارک رمضان. یعنی آن ثواب و آن اجرهایی که در این ماه مبارک رمضان است اونها با خبر هستند، اونها میدانند. خوش به حال امت محمد که بر این ماه مبارک رسیدند. حدیث قدسی است که خداوند میگوید کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. خب چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید، خداوند میگوید که همه عمل فرزند آدم از برای خودی وی است مگر روزه،
روزه از من است، زیرا که بنده از خاطر من نه طعام میخورد، نه شراب مینوشد، نه همراه زنش خانه‌داری میکند، همه از برای من است. از این خاطر جزا و مکافات آدم روزه‌دار من خود میدهم. خداوند خود وعده کرده است. لأن الحسنات مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة لهم. صاحب کتاب میگوید زیرا اینکه در ماه مبارک رمضان نیکی های شما 1/700 ضرب کرده می شود. تمام طاعتی که شما نیم کاله هم که انجامش میتین خداوند اون قبول میسازد. دعایی که شما به سوی خدا میبردارین، دست هاتون طلب بکنین، خدا قبولش میکند. گناه های شما را خداوند مغفرت میکند. بازم همه این چه است؟ جنت مشتاق آدم روزدار است که آدم روزدار را در داخل خودش جنت به اذن الهی جای میکند. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده میشوند، درهای آتش دوزخ بسته میشوند و شیطانها در تمام روی دنیا بسته میشوند. در این یک ماه تمام مردم مسلمان از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشویم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میمانیم. انشاءالله در باب این فضیلت های ماه رمضان با شما صحبت ها میکنیم. الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعدن چیکار کرد؟ هیچی گپی ندارد گفت، گرفت بازن خودش خانه‌داری کرد، یا طعام در پیشمان خوردن گرفت، یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن. اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت میدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روزه ندارد، کفارت چه ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است، در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد.
مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم است، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در یک روز قضا میگیریم. کفارت در گردن ما نیست. و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند. فقط کفارت برای همین روزهای فرضی هست. در یک روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در یک روز روزه میگیری. کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصداً میخورد. برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در یک روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان را که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا، 1 روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چیکار میکنی؟ 1 روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخراند. مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخراندن. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصداً روزتون میخراند، در این صورت هم شما در یک روز روزه میگیرید. او فعل بزن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تا حال شب است، بیرون میشود که الک روز شده است. این آدم هم چیکار میکند؟ در یک روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد، در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عبارهاش نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی خواب گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المسام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است، وازلین است و دیگر چیزایی که استفاده می، اینا باک ندارند. اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیر شکی اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخل شما و شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال می اندازیم. یا اینکه سنگ پاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روز روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصدن کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دل شراک میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصدن اگر شما خود دلتون شورانده و پرتافتین، با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیرین. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتند؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه. فانما اطعمه الله و سقاه، برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد، این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود.
کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش. کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطاً نه بلکه نافهمیده. آدم فراموش میکند گاه که من روزدار نیستم میخورد. اینت شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند بیدار میشود که احتلام شده است. در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آوازی کردن بر روزه هیچ زلال زیان ندارد. رفته آوازی تو نمیکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود همون احتلام میشه، این صورت هم در روزه تو زلالی نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم های اصلا زکام میشوند، مثال سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد اگر در مشام شما در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب و حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند. اگر بوسه کند یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر اینزال شود اینجا قضا میدارد. زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد من کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساس کند. میگه عایشه صدیقه یه حدیث روایت کردگی هستند در صحیح مسلم میگذرد، میگه گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه ها فهمیدن که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبوید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمین از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمین از شهوت هست برای باکی ندارد. لیکن اگر ایمین نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد شما را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع طعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما نمیشکند. با خایدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل از کم است، با خایدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمیرود. از این خاطر اگر دانه ارزن وارد چیزی که اگر در حلق شما رفت و او را خایدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما
برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خاییدن نان هم یا خاییدن یگان نمودی میوه هم، این هم خاییدنش، فرو بردنش نه، خاییدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد، مگر اگر طعامی که مادر برای کودک معده داشته باشد، اگر مادر خاییده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارن، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتونه که گرفتین، سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اون که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باکی ندارد. یا اینکه کحل میگد، اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد، وای خودش قوت خچه میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فیتر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و ایلا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین، این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک معده دارد که کودک شیرخواره است، و همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوع هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر را می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر، یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می شود و شیر خودش حدش کم می شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیر دهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چیکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه بوایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد، اینا فدیه نمیدهند. پای پیاده شهر نیست، اگر به سمالیات میره، به مرسیدس میره، به چیزی میره، همین 120 کیلومتر طی کردی تو مسافر هستی
ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعدن چیکار میکنن؟ همون 4 رکعت فرضی که هست، حالا که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیا هستی. خدا فرمان داده است در سوره نیسا، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی ندارد. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب. اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم، مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخرید، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلی تو نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکام. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیاریت است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود. اگر شخص بیمار می شود، میگن بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگه صاحب مسئله میگه شرط کرده شده است این که به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت می شود، مثال یا 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخورد. بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنن؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه‌اش بدن. اون 5 روز بیماریش نه، در اون حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزش چیکار میکنن؟ فدیه‌اش میدن و خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادا در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوچیدش هم چیکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره ای که در مرده ها میکنیم، اگرچند که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم های دوچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین دامله ها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب این، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد، این بدعت است، این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچو، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو 1 تن گندم در همونجا بگذاری دوره بکن، باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد: و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی، پاداشت نیکی است. اگر ذره بدی کرده باشی، در نزد خدا اگر 10 تن گندم که دوره بگردانن، تو از عذاب خدا نجات نمیابی.
اینا را شما فراموش نکنید. فدیه همون حقی که مثال ما جدا میکنیم که فدیه صوم و صلات میگیم در حالت دوره، همونش جایز میشود که اگر همون انسان در اصل بیچاره عاجز آمد نماز خواندن نتونست، در اصل هم بیچاره بیمار بود و به بیماریش از دنیا گذشت، این صورت این چی هست؟ این عاجزی هست، این ضرورت هست. اون انسانی که دیده و دانسته نماز قضا کرد، وای در دیگر دوره چی حاجت است؟ دوره چی لازم است؟ در یگان کتاب خداوندی دوره خبر دادگی نیست، باور کنید. خب و یمسک بقیت یومه مسافر قدما، اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخوردم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است میگه. خب و حائض طهرت، و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حائض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حائضه روزه شرط نیست، همینا را هم برسانیم. زنهایی که اگر در حالت حیض باشند، شما البته به البته اونها را خبردار کنید که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنید، رخصت الهی است. و بعضی حالی سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حائضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حائضه شود جاگه و جدا میکند، از دست وی هیچ طعام نمیخورد، میگه وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه، اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست وی طعام بخو، همراه او هم نشینی کن، وی هیچ میکروب ندارد. خب جنون و کل شهر مسکتون، اگر کسی که از همین روز تا آخری ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفتش، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساقط، از دیگر روزه نمیگیرد. للبعض میگه اگر یک روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد و صحت شد، چکار میکرد؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها، اگر به شرطی که آدمی که بیهوش بشود، آدمی بیهوش هم آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعض مسئله و مسائلایی که من مختصرا برای شما فهماندم. در همین ماه مبارک رمضان ضروری هست کدام سوالهایی که در شما هست نافهم است، میتونید که هر روز اینجا آمده مراجعت کنید، میتونید در جمعه ها بنویسین. و از همه چیز مهم برای شما خبر میدهم، این شبها شبای تراویح هست، تراویح ها را کار کنید که با امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد، در حالت امامتی جنگ جنجالتان نشود. بسیاری از مسجدها در علاقه ملاهایی که در دوره‌های جماعت نبودن، یکی در رمضان پیدا میشوند، خطیبایی که میبینن که آمدن رسیدن برای 4 هم صدقه فطر. اینا را شما البته همون داملهایی که در شما نماز جماعت گذرانیدن، همونایی که بیچاره‌ها مثال شب و روز قطعی شما بودن، همون از داملهای شما. یک حکایه میارم برای همین جنجال. در کتاب غزالی میگوید که امام غزالی میگوید که در یک مسجد جنجال شد، یک شیخ عالم بود، میگوید پیش او رفتند و گفتند برادر، گفتند در هم مسجد ما بسیار جنجالی هست، میخواهم که همون جنجال مسلمان ها را رفته آرام کنی. این عالم گفت برای کدام مسئله جنجال میکنند؟
گفت یک گروهش میگن که تراویح 8 رکعت است، یک گروهش میگن که تراویح 20 رکعت است. در همین مسئله گفت اختلافی هست، جنجالی هست در داخل مسجد. عالم کی بود چی گفت؟ گفت حکم میکنم که در این مسجد بسته کنین، تمامش از مسجد بیرون کنین، در مسجد دیگر نماز نخوانن. گفتم برای چی؟ گفتن برای که نماز تراویح خودش سنت است، لکن اتفاق مسلمین این فرض است. اتفاق شدن، اتحاد شدن، محبت بین دو مسلمان و مؤمن ها این فرض است، لکن نماز تراویح را خواندن این سنت است. برای یک سنت شده فرض ترک میکنن، مسجد بندین و مسلمانان را از مسجد بیرون کنین. کاری کنین که در بین شما اتفاقی باشد، کاری کنین که برای همون 400 صدقه فطر بین یکدیگر خصم و عداوت و بین یکدیگر جنجال نکنین. رسول اکرم میگوید الصوم جنة ما لم یخرقها، روزه برای شما یک سپر است از آتش دوزخ، شما را حمایه میکند در صورتی که شما در دنیا نشکنینش. همین سپر خودتان از دست ندین. گفتن یا رسول الله چگونه سپر میشکند؟ گفتن کدام برادری که با یکدیگر کین نداشته باشد، کدام فرزندی که نزد پدر عاق باشد، کدام انسانی که نماز نمیخواند، کدام انسانی که در نماز جماعت اشتراک نمیکند، کدام برادری که زبانش در همین ماه مبارک رمضان روزدار نیست، غیبت میکند، بهتان میکند، دروغ میگوید، اینها همان کسانی هستند که روزه را شکستند، همان سپر را شکستند. این دیگر در روز قیامت این روزه برای اونها سپر نمیشود. کاری کنید که از این طایفه نباشین. رب صائم لیس من صیامه الا الجوع، پیغمبر خدا گفت بسیار از روزدارهای هست که بر اونها فقط تشنگی و گرسنگی میرسد، از ثواب چیزی نمیرسد. اینقدر مشقتی که شما میکشین فکر نکنین پدرها و برادرها، نگین که این روزه همین است که سحر خیستی تو روزه گرفتی نخوردی نه آشامیدی تا بگاه تمام تو حکم روزه را بجا، حق روزه را بجا آوردی. نه، تمام حکم هاش در رعایت کن. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان جهل عليك او صابك فقل اني صائم اني صائم. پیغمبر میگوید روزه این نیست که شما از خوردن و از آشامیدن دور ایستید، بلکه روزه این است که شما از دشنام و از گپ‌های قبیح و از کردارهای ناخوب برطرف کناره باشید. اگر کسی شما را دشنام داد یا ندانست که تو روزدار هستی، بگو من روزدار هستم، من روزدار هستم. این چنین معامله کنید تا که در روزه شما یک برکات شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این ماه مبارک رمضان را در نامه اعمال همه بندگانت کتابت بفرما. و خدای مهربان باز دعا میکنیم که تن ما را تا آخر این ماه صحت و سلامت نگاه بدار. آن اجر، آن ثواب هایی که در این ماه مبارک است به تمام این بندگان روزدارت خدایا نصیب روزی بگردان. و خدایا اتفاقی و اتحادی را در تمام مسلمان های روی دنیا برقرار و بردوام نگه بدار. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بساز، بیماری ها من شفای کامل نصیب بگردان. فرزند طلبه ها باشه، فرزندای سالم و صالح نصیب شان بساز. فرزندایی که از ما و شما بیرون از خاندان هستند سفرهای با برار و بی خطر نصیب و روزیشان بگردان. یک برادر خیر کردند، در حق ما دعا کنین خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بسازد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین و رب العالمین. خیر احسان هایی که الحال اینجا شده اینها را خدایا به درگاهت مقبول و خدای مهربان از کل آفت ها، از کل بهتان ها، از کل مریضی ها خدایا در حفظ امانی خودت نگهشون داری. آمین و رب العالمین.